ما در این روزها عزاداریم، به خصوص بنده به جد عزادار هستم. حادثه‌ای که اتفاق افتاد حادثه کوچکی نیست. فقدان آقای سید حسن نصرالله حادثه کمی نیست و جداً ما رو عزادار کرده. ما گرچه در عزا هستیم اما عزای ما به معنی ماتم گرفتن و افسرده شدن و یه گوشه نشستن نیست. عزای ما جنسش از جنس عزای سیدالشهدا علیه السلام، زنده و زنده کننده است. عزاداریم اما این عزا ما رو به حرکت و پیشرفت و شوق بیشتر به کار وادارید.